در اعتراض و ترس از تجاوز کارمندان وزارت اطلاعات، خانم فریناز خسرویان خودشون را از طبقه 4 هتل تارای مهاباد پایین انداخت و شهید شد. اهالی مهاباد از رژیم خواستند که مجرمین را دستگیر و محاکمه کند، ولی رژیم جمهوری اسلامی ایران نسبت به خواسته های مردم بی‌تفاوتی کامل نشون داد. به این خاطر مردم مهاباد به خیابان ها ریخته و هتل تارای مهاباد را به آتش کشیدند. خاتون فریناز خسرویان لترسی مأمور پلیسی اطلاعاتی ایرانی خویل طبقه 4 هتل تارا خست خوارو شهید کرد. گلی مهاباد داخواز لرژیم کرن که او کسی که دستیان هی لم توانده گرچه بین محکمه کردن و زندانی کردن، بلام رژیم هیچ جویل داخوازیکانی خلق نگرد. لسر اماش گلی مهاباد نارزایی پیشاندان و لگل پولیس شریان کردو و هتل تارایان شهودان. نارزایکانی خلق تا استش بردمام. گچا کرد فریناز خسرویان لترسا تجاوز پلیس ایرانی که بیکاتبون خلقات 4 هتل تارا و حاویت خوارو شهید کرد. لسروی کش گل مهاباد داخواز لرژیم ایرانی کرن او کارمند اطلاعات ایرانی که دست وان على تجاوز ویکش گره های گرچه بین محکمه کرن. لی رژیم ایران داخوازی این خلقی گدار نکرد. لسروی کشی گل میر روشلات کردستان لباشاری مهابادی حاطن سر کولانا لگل پولیس شهر کرن و پایراجی هتل تارا شوتاند. نارزایی گل تا استش بردوام. تنكرون خلينا روني خلينا مكروني شو لاش مستانه او بچن آلمانه بیو شو اواني اولاد حشيم يكوتوها اوكي ده شيء ما يجري يعني بس بدي